وقتی که یه ظرف آش مثلا یکی برات میاره، کاسه آش میاره، یه بالاخره یه هدیه‌ای میاره، یه خوراکی میاره، تو میخوای جبران کنی، ایگو داری دیگه. ایگو وجود. درود بر شما، خوش اومدی زهرا بانو. این به خاطر ایگو وجود ماست. ایگو ما میگه مثلا اون به تو آش داده، تو از اون کمتر نباشی، یا ظرفش مثلا یه آش بهتر بده، تو از اون کمتر نباشی، یا جای ظرفش یه چیز بهتر براش بذار. این ایگو ماه. وقتی که از یکی یه چیزی دریافت میکنه، میخواد بهش پس بده، میگه به اون بهتر بده، بیشتر بده که کمتر نباش. خب اشکالی نداره، بذار حالا خوب شه، بهانه نیار دیگه. بعد این درست شد دیگه، بهانه ازت نمیپذیرم. به عنوان استادت میگم باید شروع کنی. میتونی وایس بذاری همین امشب. خب اصلا تصویری از خودت نده، از کتاب عکس بگیر، از کتاب مثلا ویدیو از کتاب بگیر، کتابو صفحه صفحه اینجوری بزن، بگو بچه‌ها میخوام از هفته بعد این کتابو برای شما چیز کنم، تفسیر کنم. فعلا صداتو بذار. خب بگو از فردا، از پس فردا، یکی دو روز دیگه این کتابو که میبینید راجع به داستان فکره، میخوام شروع کنم برای شما صفحه به صفحه، روزی یه صفحهشو ترجمه تفسیر کنم، شما هم بدونید. شما که نمیرید کتاب بخونید، من کتابو کلی هزینه کردم، علمشو به دست آوردم، خودم دارم تو زندگیم استفاده میکنم، حالا میخوام به شما هم کمک کنم، این اطلاعاتو به شما هم بدم. اینجوری قشنگ از رو کتاب فیلم بگیر و این حرفا رو بزن و استوری کن. خطای شناختی که امروز میخواستم راجبش صحبت کنم، خطای شناختی دریافت کردن و جبران کردن. این خطا گریبانگیر همه ما هست. وقتی که مثلا یه نفر برامون یه کاسه آش میاره، ما اون همینجوری خالی خالی بهش پس نمیدیم، یا یه آش بهتر، یه غذای بهتر. به خاطر چی؟ به خاطر ایگو ما. ایگو ما اینجوریه که میگه از اون دریافت کردی بهش باید بدی، از اون نباید کمتر باشی، اون بهت انقدر خوبی کرده تو هم بهش خوبی بیشتری کن. این تو وجود همه ما هست که طبیعیه. بلرزم، صداتم طبیعیه، اصلا نگران نباش. باشه؟ صداتم بلرزه طبیعیه، چیزه، اون ذهن نیمه آگاهته داره این کارا رو انجام میده، تو نکنی، تو هم غلبه کن بهش، قشنگ بیا شروع کن حرفاتو بزن. خب این برای بحث فروش تو فضای مجازی اینه دیگه. تو هرچی به دیگرون اطلاعات میدی، هرچی مثلا بحث پیج آموزشی هستی، هی آموزش میدی، 80% باید آموزش بدی. خب چون هدف ما کمک به افراده. وقتی تو میای به دیگرون آموزش میدی، خب اونا میگه خب این همه به من اطلاعات داده، منم باید جبران کنم دیگه. میاد چیکار میکنه؟ محصول تو رو ازت میخره، میخواد ازت کم نیاره. این به خاطر ایگوئه. ایگویی که داره به خاطر این میاد از تو خرید انجام میده. خب پس هر پیجی که دارید، هر حوزه‌ای که دارید آموزش میدید، هر حوزه‌ای که دارید حتما آموزش بدید، اطلاعات بدید. بعد اونا چون زیاد اطلاعات میگیرن، مکانیسم انسان اینجوریه، وقتی از تو کلی چیز میگیره، میاد به تو میگه من نباید از اون کمتر بشم، اون اینقدر به من خوبی کرده، این همه اطلاعات داده، منم میام این کار براش انجام میدم. پس این خطای شناختی دریافت کردنه، جبران کردنه. این میخوایم جبران کنیم. یه خطای شناختی که باگی که سیستم داره اینه که خطای شناختی ترس از دست دادن. این خطای شناختی ترس از دست دادن میدونی چی جوریه؟ وقتی که ما به دیگران کلی اطلاعات میدیم تو پیجمون، هولوش مخصوصا کسایی که پیج آموزشی دارن، آموزش میدن، 80% باید فقط بیان اطلاعاتی که تو دوره‌هاشون هستن بیان به دیگران یاد بدن. چون ببین ما بالاخره چه مردم بیان از همون محصول بخرن، چه محصول نخرن، ما هدفمون کمک به آدماست. خب در قالب آموزش داریم به آدما کمک میکنیم، اوکی، داریم بهشون، پس چه بیاد محصول تو رو بخره چه نخره، تو کمک تو کردی دیگه. وقتی که محصول تو بخره، کمک بیشتری بهش میشه. حتی محصول تو هم نخره، همین که داره میاد اطلاعات رایگان تو رو استفاده میکنه، از اون اطلاعات رایگان تو کلی این آدمه نتیجه میگیره، کلی بهش کمک میرسه. پس هدف تو هم از کسب و کارت کمک به آدما بود دیگه، به همین راحتی. حالا این نکته رو داشته باش، تو 80% میای به آدما اطلاعات میدی، مثلا یه دوره آموزشی 100% اطلاعات داره، تو میای 80، یعنی بیشترش رو به مردم میگی، اطلاعات رو به دیگرون میدی. بعد چون 80% دادی، بعد دوره آموزشی میگن این مثلا کسایی که از تو خیلی گرفتن، اطلاعات گرفتن، همش هم به دردشون خورده، تو زندگیشون کاربرد داشته، این ایگوی وجودشون میگه خب این ترس از دست دادن اینجا این خطا گیرشون میاد.
میگه این به من اینقدر اطلاعات داده، حالا ببین دوره آموزشیش چقدر اطلاعات داره، برم دوره آموزشی رو بگیرم اون 20% اطلاعات از دست ندم. خطای از دست دادن اینجا کاربرد داره. میگه تو اینقدر اطلاعات از من گرفتی، حالا 80% بهت اطلاعات دادم، میاد اون 20% هم ازت مثلا به عنوان دوره آموزشی ازت خریداری میکنه. اینا خطای شناختیه که مثلا ما استفاده میکنیم. باگ سیستم دیگه، باگ سیستم میگه خب این به من این همه اطلاعات داده، من شاید اون یتی که اون 20%ش خیلی اطلاعات مفیدتری باشه، اینا اینقدر مفید بوده، اینقدر تو زندگیم اثر داشته، پس حتما اون 20% هم خیلی میاد همون 20% هم ازت دریافت میکنه. این باگ سیستم. تو میتونی از این استفاده کنی، از این باگ سیستم که استفاده کنی، در اصل داری به آدما کمک میکنی. رایگان که کلی بهشون اطلاعات دادی، حتما هر کسی که پیج آموزشی داره، کلا پیج آموزشی هم نداری، محصول میخوای بفروشی، محصولتو بیا در قالب آموزش به دیگرون بده. ببین اصلا کلا اگه میخوای یه مهارتی رو خوبتر یاد بگیری یا یه بحث آموزشی رو بهتر یاد بگیری، اونو بیا به دیگرون یاد بده. هر چی تو به دیگرون یاد بدی خودت بهتر یاد میگیری، چون وقتی داری به دیگرون یاد میدی بعد به اشتباهات خودت پی میبری، به اینکه خوب یاد نگرفتی پی میبری، میگی پس من فکر میکردم که اینو بلدم، حالا چرا دارم به این طرف توضیح میدم، چرا انقدر دست و پا شکسته توضیح میدم، پس بلد نیستم دیگه. پس اگه میخوای یه چیزی رو خوب یاد بگیری و توی زندگیت ازش بهتر استفاده کنی، اونو چیکار کن؟ بیا به دیگرون یاد بده. هر چی به دیگرون یاد میدی خودت بهتر یاد میگیری. اینو ما تو دوره مدرسه هم خیلی تجربه کردیم. تو مدرسه دیدی به دوستامون یاد میدادیم، خودمون بهتر یاد میگرفتیم. اینم همینه دیگه، الان هم همینه. هرچی به دیگرون یاد میدی خودت بهتر یاد میگیری. این خطای شناختی ترس از دست دادن، یعنی که چون انقدر ازت اطلاعات گرفته میترسه بقیه اطلاعاتو مثلا ازت نگیره، به خاطر میاد دوباره ازت محصولاتو خریداری میکنه. یه خطای شناختی دیگه وجود داره، گرایش افراده. بهش میاد تئوری بزم میگن. وقتی که مثلا دیدی یه جا جلوی مثلا یه وانتی همه جمع شدن، بعد وقتی همه جمع شدن آدم گول میخوره، میگه این همه مردم جمع شدن حتما جنس خوبیه دیگه، حتما محصول خوبیه دیگه، منم برم ازشون خریداری کنم. این یه دونه گول میخوریم. بعد میخری جنس رو میبینی خراب بودش، مثلا جنس خوبی نبود. اینجوری یه خطای شناختیه که مثلا صفحه خرید میگن درست کن. مثلا وقتی که داری محصولتو لانچ میکنی، میخوای بفروشی به دیگرون، یه کاری کن شلوغ بشه، آدمای زیادی بیان، غیر ارزون تر بده، تخفیف بده که شلوغ بشه. این شلوغ شدن یه خطا تو آدمای دیگه ایجاد میکنه. خطا ایجاد میکنه حتما این محصول خوبیه، حتما کیفیتش خوبه که این همه آدم جمع شده. اتفاقا امروز استوری استادم بود، گفتش من تو دانشگاه شریف، جلوی در دانشگاه شریف شما جمع شده بودید، مثلا خیلی نزدیک چند نفر دوره شما جمع شده. بعد من گفتم چرا دوره این انقدر جمع شدن؟ پدر من خودش استاد دانشگاه شریف بود، گفت این دوره‌های آموزشی خیلی خوبی داره، حتما برو ازش دوره‌شو خریداری کن. میگه همون باعث شد که مثلا این صفحه خرید، یعنی آدمو دوره یه نفر جمع میشن، دیگرون میگن خب این حتما یه چیزی بلده، این حتما یه چیزی بهتر میدونه دیگه، بریم از این دوره آموزشیشو دریافت کنیم. این خطای شناختی گرایش افراده، یا خطای یا تئوری بز بهش میگن، که وقتی یه عده جمع میشن اونا گول میخورن، اون اطرافیان میان گول میخورن، میگن حتما این یه چیز خوبیه که این همه آدم دورش جمع شده دیگه. بعد انسانم به شدت از تنها بودن میترسه، فراریه. چون ابزار دفاعی ما چی بود؟ ابزار دفاعی ما اجتماعی بودن بود. یعنی هی می‌خواستیم تو اجتماع قرار بگیریم. وقتی تو اجتماع قرار میگیریم ابزار دفاعی امنه، سیفه. مثلا میگیم که تو اینجا هم حالا که همه جمع شدن رفتن اونو خریدن، خب این امنه، حتما چیز خوبیه، ما هم میریم ازش میخریم. این باگ سیستمی به نام انسانه. نکته بعدی این که چون دیگران تو رو تایید میکنن، وقتی که دیگران تو رو تایید میکنن، تو هم باعث میشی که مثلا دیگران تایید میکنن، میان توی دوره آموزشی تو میان خرید میکنن. حتی کسایی که تو رو تایید نکردن دشمنتان، چون فالوورای تو کسایی میان تو رو دنبال میکنن، هم دشمنای تو فالوورتن، هم دوستای تو مثلا فالوورن، دنبال کننده تو. این دوتا مثلا فالوورن، دشمنا میان ببینن تو داری چی کار میکنی، چه حرفی، نسبت به تو بی تفاوت نیستن.
دوستای تو هم که بی‌تفاوت نیستن، دوستت دارن دیگه. خب بعد وقتی که دوستات هی تاییدت میکنن، میگن دوره آموزشیت خوبه، مثلا تو استوری میذاری از نتایج، از کسایی که میان راجع به دورات صحبت میکنن استوری میذاری، بعد چه اتفاقی میفته؟ این دشمنای تو هم میگن که پس حتما این چون میخوان تنها نمونن. وقتی اگه تنها مکانیسم انسان اینه که مکانیسم دفاعیش اجتماعی بودن، از تنها بودن هم به شدت میترسه، به خاطر این میاد تو جمع، میاد اینم تو مثلا قبیله تو میاد دوره تو رو میخره تا توی جمع کسایی باشه که از دوره تو استفاده کرده. یه خطای شناختی دیگه، اگه خواستی از این خطا استفاده کنی، مثلا کسایی که مغازه دارن میخوان یه جنس خیلی فروش مغازه رو کاری کنن که شلوغ بشه دیگرون گول میخورن. ولی خب تو هدفت گول زدن نیستش که، هدفت کمک به افراده. میای مغازه تو شلوغ میکنی تا بیان از جنسای تو بخرن که تو بهشون کمک بشه، چون هدف تو کمک به افراده. خب میای از این خطا استفاده میکنی، مغازه رو شلوغ میکنی تا به افراد کمک کنی. شلوغ میشه، اون یکی ها مثلا میگن شلوغه، حتما خیلی کیفیتش خوبه، حتما چیه، اونا هم میان از تو میخرن و بهشون چی میشه؟ کمک میشه. چون هدف ما چیه؟ کمک به افراده. اوکی؟ هر وقت مثلا پای انسان اومد، این خطاها رو میتونی ازش استفاده کنی هر جا، تو مذاکره، تو فروش، توی فامیلا. مثلا توی فامیلا مهمونی میگیری، مهمونی مثلا شلوغ کن مهمونی ها رو. وقتی که اینجوری کنی، چند نفر دعوت نکنی، اونا میگن ناراحت میشن، میگن که ببین همه دور هم بودن. اینو اکثرا ما تجربه کردیم دیگه، تو مهمونیایی که همه شلوغ میشن یا دور یکی جمع میشن، میگیم حتما اون خیلی آدم خوبیه، حتما اینه، من تنها موندم، حتما من رفتارم درست نبود. هی خودمون اینجا چیکار میکنیم؟ کاری میکنیم که به اون جمع نزدیک بشیم، به اون جمع تعلق پیدا کنیم. یا مثلا تو بحث هیئت‌ها و نظریات دیدی اکثرا میان میگن ما هم میخوایم تو هیئت شما شریک باشیم، ما هم میخوایم تو این مثلا کاری که انجام میدید منم شریک باشم، بیام شرکت کنم. وقتی اینجوری میشن همه میان شرکت میکنن، هدفشون چیه؟ این که تنها نمونن، میگن ما هم جزء قبیله شما هم. این یه چیز دیگه از اون مکانیسم دفاعی انسان که اینه که مکانیسم دفاعی بحث اجتماعی بودنه. این مورد میتونی ازش استفاده کنی. خطای بعدی در دسترس بودن و آسان بودن. انسان به شدت از این که یه پروسه خریدی پیچیده باشه، در دسترس نباشه، هی اذیتش. مثلا میخوای بری از یه پیجی بخری، بهت میگن که ببین تو اول باید اسمتو، شماره تلفنتو دایرکت کنی. وقتی دایرکت کردی میری تو سایت ما، میری اون ثبت نام رو انجام میدی، ثبت نام انجام دادی، این کار انجام، اون کار انجام میدی، بعد ما میتونیم دوره اون. وقتی میبینی یه پروسه طولانی بر تو میچینه، تو از اون خرید منصرف میشی. یعنی همیشه این خطای انسانه. یکی از خطاها اینه که وقتی در دسترس نباشه، آسون نباشه، منصرف میشه از اون. پس شما برای اینکه از این خطا استفاده کنی، تا جایی که میتونی کاری کن که مثلا در دسترس باشه. یعنی اینقدر راحت کنی پروسه خریدو. مثلا بگی که برای خرید دوره آموزشی فقط به این شماره کارت واریز کنید و دایرکت این مثلا اطلاعاتتون و فیش واریزیتون رو بفرستید. همین دو مورد رو براشون بفرستید دیگه. اونا چی نمیشن دیگه، مثلا اذیت نمیشه. چون این خطا ایجاد میشه توشون که بگی وای 10 تا مرحله برن تا مثلا به این برسن، پس بیخیال میشن، بیخیال خرید میشن. تا جایی که میتونی سریع‌ترین راهو به افراد پیش بینی کن، پیشنهاد کن، بگو این راه بهتره، این راه سریع‌تر میتونی به این محصول یا به این دوره آموزشی دسترسی پیدا کنیم. پروسه خرید رو کلا برای مشتریات راحت کن، آسون کن. از تمام کارهایی که در مسیر رشد خودت هست، این بحث اعتماد کردنه. ببین شما که ورود پیدا کردی به فضای مجازی، دیگه بازی نیستش که، خاله بازی نیستش که. جفتتون پیج طلاتون رو باز کردید، میخواید که هدفتون کمک به افراده. هدف به اینه که هم کمک به افراد کنی، هم به خودت کمک کنی، خودت درآمد داشته باشی. وقتی خودت درآمد داشته باشی میتونید دست 4 نفر رو بگیری. اوکی؟ وقتی که اومدی تو این مسیر، آقای ارنایتینگل توی کتاب
ناپلئون هیل تو کتاب بیاندیشید ثروتمند شوید تو فصل تصمیم گیری گفته دیگه وقتی تصمیم گرفتی که بیای یه کاری رو انجام بدی پلای پشت سرتو خراب کن دیگه، بر نگرد به عقب، دیگه اومدی پیش برو هی یاد بگیر هی توش پیش برو. خب وقتی حالا اومدی پیج طلات رو راه اندازی کردی، مایندست هم اینه که با آدما کمک کنی تو این مسیر، هم خودت رشد کنی هم دست 4 نفر رو بگیری، این مایندست رو برای خودت درست کردی. حالا چیکار میکنی؟ شروع میکنی اعتماد افراد رو به خودت جلب کنی. چجوری اعتماد افراد رو به خودت جلب کنی؟ با اینکه باید با مشتری خودت رو نشون بدی دیگه، خودت رو نشون بدی، بگی مثلا منم، این صدای منه، این محصول منه. مثلا چون مجازیه افراد زیاد اعتماد نمیکنن، هی میترسن یه سر ما کلا نذاره، دروغ نگه، چی نشه. برای اینکه اعتماد سازی بیشتر بشه، تا جایی که میتونی ویدیوهای آموزشی از خودت بذار، تا جایی که میتونی صدای خودت، تصویر خودت رو هی بذار تا اعتماد کنن بهت. هر چی تو رو بیشتر ببینن بهت علاقمند میشن، باهات دوست میشن و میان از تو محصولت، به خاطر اِوولوشن دیگه، به خاطر سالها سیر تکاملی همه انسان ها. این سیر تکاملی همه انسان هاست دیگه. همه ما اینجوری برنامه‌ریزی شدیم که یکی رو بیشتر میبینیم بهش اعتماد میکنیم. من مثلا میرید یه مغازه با یه نفر مثلا 10 تا فروشنده داره، با این فروشنده حرف میزنی، مثلا جنستو میخری، دفعه بعدم میری باز میری پیش اون، دفعه بعدم میری با اینکه 10 تا فروشنده است باز میری. چرا؟ چون اونو شناختی، چون یه بار دو بار دیدی، باهاش حرف زدی. این به خاطر اِوولوشن سیر تکاملی توئه که یه نفر رو میبینی دیگه میگی این دوست منه، دفعه پیش باهاش حرف زدم، اونو میشناسم، اون منو میشناسه، با اون ارتباط نزدیکتری پیدا میکنی، همش میری از اون همیشه حرفتو میگی. واقعا خودت الان تو مدرسه مثلا میای مدرسه میبینی با یه معاون ارتباطت صمیمی‌تره، همش میری حرفاتو به اون میگی. مثلا تو مدرسه ما خانم مروجیه، همه میان با خانم مروجی ارتباط برقرار میکنن. چرا؟ یه بار باش ارتباط برقرار کردن، بهش اطلاعات دادن، ازش اطلاعات گرفتن، دیگه با اون دوست میشن. تو هم همینطور، تو هم پیجت رو اندازی کردی، باید از خودت اطلاعات بدی که آدما بهت اعتماد کنن. اعتماد چجوری اعتماد میکنن؟ به خاطر اِوولوشنشونه، به خاطر برنامه‌ریزی سالهاشونه که هر کی رو بیشتر میبینن بیشتر دوستش دارن، بعد بیشتر که دوستش دارن بهش اعتماد میکنن و ازش خرید میکنن. اوکی؟ بعد هر چی مراحل کارتو ببین. حالا که مثلا تو بحث همین طلاهای مینیمال دارید شما کار میکنید، باید برید مراحل رو توضیح بدید. مثلا بگی که الان این محصول رو میخواییم تولید کنیم، این کار رو انجام میدیم، هی پروسه رو نشون بده که مثلا این سفارش رو گرفتیم، فلانی سفارش داده، حالا این محصول رو میبریم براش درست میکنیم، قشنگ تمام مراحل رو نشون بده. وقتی مراحل کار رو نشون بدی، خب اون کسی که داره تو پیجت نگاه میکنه بهت اعتماد میکنه، میبینه هر سری هر محصول چه کارایی انجام دادی، چه پروسه‌ای رو رفتی، این بهت اعتماد میکنه. همینجور 10 تا 15 تا این کارو انجام میدی، دیگه اعتماد سازی صورت میگیره. هی خودت هم میای باشون صحبت میکنی، اینجوری یواش یواش اعتماد سازی خیلی. بعدش هم نظرات مشتری هم خیلی رو تو تاثیر داره، رو اعتماد سازی دیگرون. مثلا الان تو میخوای میری یه مغازه، قبل اینکه ناآشنای یه شهری رفتی مغازه، قبل اینکه بری میبینی چند تا مثلا مشتری میاد بیرون، از اونا میپرسی، میگی جنسش خوبه، محصولاتش خوبه، خود آقای خوبه، مثلا آقایی که داره این جنسا رو میفروشه نمیندازه، اخلاقش درسته، هی اینجوری میپرسی. بعد از اونا میپرسی، اونا بهت میگن خوبه، تو اعتماد میکنی. ما چند وقت پیش رفته بودیم یه دوره همی مسترمایند داشتیم با بچه‌ها توی همین باملند بودش، باملند اون دریاچه چیتگر هست، اونجا رفته بودیم. بعد چند نفر دوره هم بودیم، یکی از اونا گفتش فلانی اینو بچش ببین خوبه، اگه خوب بود به من بگو. یعنی که میگفت تو بچش، تو نظر بدی، من اعتماد میکنم که این محصول خوبیه، میرم میخرم. همینه دیگه. تو هم وقتی که مثلا جنس تو فروختی، 4 نفر ازت خریدن، اونا هم بیان مثلا استوری کنن، تشکر کنن ازت، از خودشون ویدیو بزنن، وقتی اون محصول استفاده میکنن توضیح بدم، بگم من این محصول خریدم، خیلی راضیم، اصلا هیچ وقت خراب نمیشه، اینجوری میگن. اعتماد سازی
1000 برابر میره بالا. چون آدم اعتماد میکنه دیگه. خدایی تو مثلا میخوای به یه رستوران، از 4 نفر که اون دوره برن میپرسی این رستوران غذاش خوبه، کیفیتش خوبه. وقتی دوره بریا میگن خوبه یا اون چند نفری که غذا خوردن اومدن بیرون تعریف میکنن، تو اعتماد میکنی. تو هم همینجوری تو پیجت وقتی که 4 نفر که از تو خرید کردن میان توضیح میدن، میگن ما خرید کردیم راضی بودیم، این دیگرون هم اعتماد میکنن، میان از تو خرید میکنن. حتی یه استوری از مشتری بذاری، یه استوری از رضایت اون بذاری، 1000 برابر اعتماد و توی مشتریای دیگه که مثلا هنوز تازه اولین بار اومدن پیج تو، 1000 برابر اعتماد میره تو اونا بالا. ببین استاد من میگه اصلا تو بحث اعتماد سازی مشتری، تو بحث آموزش دیدن خودت، تو بحث سرمایه گذاری خودت اوورد خرج کن. یعنی اوورد اصلا فکر نکن پولتو داری میریزی دور، تو داری رو خود سرمایه گذاری میکنی. الان خدایی شما مثلا سرمایه گذاری که روی کتاب کردی، روی دوره آموزشی این سرمایه گذاری که این اطلاعاتو به دست آوردی، خودت دیدی که چقدر این اطلاعات توی حال خوبه تاثیر داره. حالا در ادامه دوره‌های دیگه، نتایج دیگه، یعنی دوره‌های دیگه، مثلا دوره زبان بدن از یه استاد دیگه بگیری، دوره فروش از یه استاد دیگه، به هر کی که اعتماد داری، اینا سرمایه گذاریه. علم تو رو میبره بالا، علمت میره بالا، اعتماد به نفست میره بالا. تو هر چی خرج میکنی روی خودت، هر چی خرج میکنی، علمت میره بالا، سطح هوشیاریت میره بالا، سلول تو مغزت میسازی. سلول تو مغزت بسازی، اطلاعات بهتر میتونی دریافت کنی. خب اطلاعات بهتر دریافت کنی، بهتر میتونی پرزنت کنی، محصولت بهتر فروش میره. بعد محصولت که فروش بده، مشتریای بیشتری به سمت تو میاد. یعنی فکر نکن دور میریزی. الان یه کسی که الان خودتون بیاید مقایسه کنی، الان شما که دوره متا شکر رو دارید، خب حالا هواتون نسبت به شکرگزاری، دیگران هم میگن خدا رو شکر خیلی خوبه، شکرگزاری، از شکرگزاری خوب حرف میزنن، ولی اون شکرگزاری که اون میکنه با شکرگزاری که تو میکنی یکی؟ آیا اون چیزی که اون از مفهوم شکرگزاری میدونه با چیزی که تو میدونی یکیه؟ این اطلاعاتی که تو این دوره به دست آوردی، اون ارتباط عمیقی که با خداوند دریافت کردی تو این دوره، با اونی که اون میگه یکی نیستش که. درسته؟ این بحث آموزش رو دارم میگم هر چی تو داری آموزش میبینی، سلول‌های بیشتری تو مغزت ساخته میشه. سلول‌های مرتبط با آموزش باعث میشه اقدامات درستری تو این مسیر انجام بدیم. به رشد کسب و کارت میشه دیگه. هر چی کسب و کارت رشد پیدا کنه، ثروت بیشتری به سمت تو میاد، ثروت بیشتری بیاد، میتونی بری دوره‌های سطح بالاتر، لول بالاتر. استاد من میگه هدف از رشد چیه؟ اینه که طعم و مزه بهتر. الان شما که داری رشد میکنی، هی این اطلاعاتو دریافت میکنی، هی طعم و مزه است دیگه. درسته؟ یعنی هر سری که تو داری میای تو لایوا، یه طعم و مزه رو دریافت میکنی. این هدف از رشد هم اینه، هی طعم و مزه بالاتر. چرا اینقدر اساتید باز آموزش دیدن، باز میره دوره آموزشی جدید، باز دوره جدید، باز اطلاعات جدید؟ به خاطر چی؟ به خاطر طعم و مزه جدیدتر. هی داره اطلاعات دریافت میکنه، هی درک و دریافت جدید رو میتونه به دیگرون هم بهتر کمک کنه.